میایم برای ساتری میکنم. چرا ولی تو برای ساتری میکنی؟ او با خود نکردی، او با خود نه سوشال میدیا نه با کار، هیچ کار نکردی. حالا تو میگی من رایان بیته چی باقی از خانه ما میایم، من رایان را همراه خود از خانه پوت میکنم اور من اعلان نمیکنم که رایان را سعی میکنم. امی گپ ها بودن من شما را شریک ساختم دیگه. حال شما خود قضاوت بکنین. من خوش نداشتم که این گپا رو به سوشال میدیا بگم. خب بسیار مجبور شدم چون که مبین جان این اعلان نمیکرد. شما سعی میکنین به ویدیو دوم گفته که ما برادر ما گفته که ویدیو جور نکن، او را باز به اردو گفته که ما ویدیو جور میکنم. چی وقت مریم نمیاد از اون وقت ما ویدیو جور میکنم. شما این کار میتونین بکنین. باز ما مجبور شدم. پادر جان مرا گفته غصه کرده یک گپا خب به عزت ما آمدن. برادر جان مرا کل ما بسیار به استرس گرفته. باز به مجبوری ویدیو رو جور کردم که مبین جان بس کو دیگه ویدیو رو جور نکو. این کل گپا پرایوت هستن، با باین ما اور تو هستن. این گپا به سوشال میدیا کردن نیست. اور به شما ما معذرت خواهی میکنم که شما رشته ما مبین جان این رقم سعی میکنین. من خودم باور کنین من خودم تو به زندگی فکر نکرده بودم که این رقم کارها میشن به زندگی ما. من بسیار گریان کردم، بسیار خاطر خود، خاطر طفل ما، خاطر زندگی ما بسیار گریان کردم. خب بس زیاد ما حال دیگه نمیتونم بکنم. بس از دیگه از ما بس شده. با مبین جان معذرت خواهی میکنم، میگم که بس کو من نمیایم از خانه. این گپ را خود من گفتم. من حالی که این چی کارها را کرده من خانه خود نمیایم. چی وقت از دل ما نمیشه من نمیایم. چون که حالی من او احساس یک جایی نمیکنم به مبین جان. نمیتونم از خانه بیایم. خب این گپ ها رو به سوشال میدیا نبگو. این درمیان ما اور تو است. بس از دیگه امی گپ ها اصلا شما مبین جان رو بگوین.